برادران عزیز و بزرگوار، حضرت امام حسین تنها متعلق به یک فرقه و قوم و گروهی از مسلمان ها نیست، ولی متاسفانه در نتیجه کار کردن برنامه های شوم دشمن و حربه های استعمار و روی صحنه آمدن فرقه های ضاله و گمراه، امروزه مسلمان ها فکر میکنن که حضرت امام حسین و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم متعلق و مربوط به یک فرقه و قوم و گروه است. نه، رسول معظم اسلام علیه السلام خودشان میفرماید، حدیث مستدرک حاکم هست، الحسن والحسین ابنای، حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله عنهما هر دوتایشان فرزندان من هست، پاره تن من هست، جگرگوشه من هست. من احبهما احبنی و من احبنی احبه الله و من احبه الله دخل الجنه. هر کسی که حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله عنهما را دوست داشته باشد، در باقی مرا دوست دارد. محبت با حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما محبت با پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و هر کسی که مرا دوست داشته باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید الله او را دوست دارد و هر کسی را که الله دوست بدارد وارد جنت و بهشت خودش میسازد. بنابراین محبت اهل بیت، محبت حضرت امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما ما را به خدا وصل میسازد، ما را به جنت و بهشت خدا وصل میسازد، ما را به محبت پیامبر میرساند. این عقیده ما هست، این باور ما هست و این فرموده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. و من ابغضهما ابغضنی و من ابغضنی ابغضه الله و من ابغضه الله دخل النار. هر کسی که حضرت امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما را بد ببیند، با اون نفرت خدای نخواسته داشته باشد، در واقع پیامبر را بد دیده است، با پیامبر دشمنی دارد. هر کسی که با پیامبر دشمنی داشته باشد، الله با دیده دشمن به او نگاه می کند، او را مورد خشم و غضب خودش قرار می دهد. و هر کی را خدا مورد خشم و غضب خود قرار بدهد، در فردای قیامت سرازیر جهنم و دوزخ سوزان خودش می سازد. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که نسبت به تمام اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتقاد پاک دارن، ایمان دارن، احترام دارن. به همین اساس از نگاه دین و شریعت بغض و کینه با اهل بیت، بغض و کینه با حضرت امام حسن و امام حسین و حتی بغض و کینه با حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم و دیگر اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، در باقی بغض و کینه و دشمنی با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. کینه و دشمنی با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سر ستیز برداشتن در برابر رب العزت و الجلال هست. و کسی که با خدا دشمنی می کند او دیگر شعار ایمان و اسلام سر ندهد و از دایره اسلام بیرون و خارج هست. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. خدا لعنت بکند اون کسی را که با حضرت امام حسن و امام حسین و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی و بغض و کینه دارد. خدا لعنت و نفرین بکند اون کسی را که با حضرت عمر، با حضرت ابوبکر، با حضرت عثمان رضی الله عنهم دشمنی و کینه و کدورت دارد. خدا لعنت و نفرین بکند اون انسان پلید را که با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها تهمت میبندند. اونها از نگاه اهل سنت و الجماعت نمیتوانند خودشان را مسلمان لقب بدهند و شعار ایمان و اسلام را سر بدهند. من یک سنی هستم و این عقیده من هست، این باور من هست در برابر هر انسان گستاخ و بی‌ادبی که در برابر این شخصیت های برجسته اسلامی، کسانی که قرآن با اونها موافق است. حضرت عمر رضی الله عنه درباره نماز خواندن در مقام ابراهیم حرف میزند، الله آیه میفرستد. حضرت عمر رضی الله عنه در مورد اسرای بدر حرف میزند، فیصله میکند، الله موافق حضرت عمر رضی الله عنه آیه میفرستد. حضرت عمر رضی الله عنه در مورد فرضیت حجاب حرف میزند، الله سبحانه و تعالی آیه میفرستد. حضرت عمر رضی الله عنه در مورد نماز نخواندن
بالای منافقین با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکند. الله سبحانه و تعالی موافق با دیدگاه حضرت عمر رضی الله عنه آیه میفرستد. در مورد حضرت ابوبکر صدیق جبرائیل را روان میکند، سلام میفرستد. در مورد حضرت عثمان و علی و دیگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلام رضایت نموده. رضی الله عنهم و رضوا عنه، این فرموده رب العزت و الجلال هست. مگر با وجود این همه دلایل واضح و روشن می شود یک کس خود را مسلمان هم بنامد؟ به هر فرقه و گروهی که متعلق باشد بازم به این شخصیت های برجسته علم اینها اهانت و توهین بکند. غرضم اینجا بود حضرت امام حسین رضی الله عنه تنها مربوط یک فرقه و قوم و گروه نمی شود. حضرت حسین پاره تن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. من مسلمانم، پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حسین را از خود میدانم. من که هستم که حسین را از خود بدانم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید حسین منی و انا من حسین. حسین از من هست، پاره تن من هست، متعلق به من هست، من متعلق به حسینم. من از حسینم، حسین رضی الله عنه از من هست. این فرموده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما هر دوی اینها رهبر و پیشوای جوانان اهل بهشت است. همانطوری که در دنیا در صدر بودن، در جنت و بهشت الله سبحانه و تعالی هم به مقام عالی و بلند در صدر قرار دارند. این فرموده و پیام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست.